سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. امروز در این ویدیو میخوام پاپوش ببافم. با توجه به اندازه کفی و رنگ نخی که استفاده میکنم، پاپوش من میتونه مردونه یا زنانه باشه. من این کفی ها رو از اینترنت سفارش دادم و وقتی که به دستم رسید دیدم که خودم هم میتونم با وسایلی که دارم پاپوش ها رو که این کفی ها رو خودم درست کنم. با یه فوم ضخامت 5 میلیمتر و پارچه چرمی و پارچه دیگه، حالا خزدار یا هر پارچه دیگه، میتونم این کفی رو خودم درست کنم. اول اجازه بدید که یک کفی خودم درست کنم و بعد با همین کفی هایی که از اینترنت تهیه کردم پاپوش رو ببافم. ببینید، ابتدا این شکل کفی رو روی فوم میکشم و بعد میبرم. حالا یک سمت کفی رو با چسب آغشته می کنم. کاملا چسب رو به همه جای کفی پخش می کنم. حالا از سمت پشت پارچه چرمی می چسبونم. کمی صبر می کنم تا خشک بشه و بعد از اطراف فوم می برم. حالا سمت دیگر فوم رو هم چسب می زنم و چسب رو در تمام نقاط فوم پخش می کنم. از قسمت پشت پارچه می چسبونم و کمی صبر می کنم تا چسب خشک بشه و بعد از اطراف می برم. برای سوراخ‌کاری های اطراف کفی از پرچ دستی استفاده می کنم. به فاصله نیم سانتی متر با پرچ اطراف فوم رو سوراخ می کنم. از کفی سایز 39 استفاده می کنم. طول این کفی 25 سانتی متر هست. عرض پنجه 9 سانتی متر و عرض پاشنه 7 سانتی متر هست. حدوداً از قسمت مرکز کفی شروع به بافت می کنم در سمت داخلی پا. بافت رو شروع می کنم و از هر سوراخ کفی 2 گره می بافم. دو گره بافتم. حالا از سوراخ بعدی هم 2 گره می بافم.
بسیار خوب، به آخر ردیف رسیدیم. ابتدا و انتها رو به هم وصل میکنم. حالا شروع به بافتن ردیف دوم میکنم. 3 گره میبافم و از تمام گره هایی که بافته شده گره های 2 پایه میبافم. از هر گره 1 گره 2 پایه دور تا دور میبافم. به همین شکل از همه گره ها گره 2 پایه میبافم. دور تا دور گره 2 پایه میبافم. این ردیف رو هم تموم کردیم. ابتدا و انتها رو به هم وصل میکنم و ردیف بعدی رو شروع میکنم. بافتی که در این ردیف انجام میدم کل بافت پاپوش رو تحت تاثیر قرار میذاره. من اسم این ردیف رو 1 قدم عقب 1 قدم جلو میذارم. همونطور که میبینید به شکل مثلث‌هایی بافته میشه که به صورت گره های 3 پایه از جلو میبافم. ببینید 1 گره 3 پایه از جلو، قدم عقب. حالا گره رو تموم نمی کنم. 1 قدم جلو، گره 3 پایه از جلو می بافم. بسیار خوب. برای 2 تا ردیف
یک جا تموم میکنم. اجازه بدید من بافتم رو روی این لنگه دیگه از پاپوش انجام بدم، چون که زمینش کاملا روشنه و بافتم تیره هست. همونطور که گفتم روش بافت اینطوریه که گره های سه‌پایه از جلو به شکل یک قدم عقب، یک قدم جلو و به شکل مثلث هایی در میان. بافتایی که انجام میدم یک قدم عقب، یک قدم جلو. بسیار خوب. مرحله دوم رو با یک قدم جلو با همدیگه انجام میدم. مرحله آخر رو یک گره سه‌پایه از جلو، یک قدم جلوتر به شکلی که میبینید میبافم و مرحله آخر رو برای 2 تا گره یکی انجام میدم. حالا من 3 تا باید بافت در بین 2 مثلث داشته باشم. 3 بافت، یعنی رأس مثلث هر جایی که هست 3 بافت به عقب برمیگردم. من الان میخوام که رأس مثلث من در این قسمتی باشه که میبینید، یعنی 3 تا گره میزنم و گره سوم رأس مثلث بعدی خواهد بود. این که از گره چندم میزنم مهم نیست، چون بافتمون پاپوش هست و مقدار مشخصی رو نمیتونیم بگیم. من فقط میخوام پاپوش از قسمت پایین کمی سفت باشه و نه خیلی سفت نه خیلی شل، یه مقدار فقط کشیده بشه. 3 تا بافت رو انجام میدم و بافت سوم رأس مثلث بعدی میشه. یک قدم به عقب برمیگردم و با همون گره قبلی یکی میشه. از یک جا گره میزنم به شکلی که میبینید. مرحله آخر رو با یک قدم جلوتر انجام میدم. مرحله آخر رو برای 2 تا گره یکی انجام میدم. حالا دوباره بین 2 تا مثلث باید 3 گره بزنم. مد نظرتون باشه که رأس مثلث بعدی رو 3 گره برگردید عقب، یعنی گره اول، گره دوم، گره سوم و گره سوم رأس مثلث بعدی خواهد بود. یعنی بهترین تعریفی که میشه برای این بافت انجام داد همینه. و قدم قبلی که برمیگردیم یک قدم به عقب، همون جایی هست که یک قدم به جلو رو بافتیم. یک قدم به جلو در گره قبلی. حالا مرحله آخر رو با گره بعدی انجام میدم. یک قدم به جلو، دوباره بافت سه‌پایه از جلو. به این شکل مرحله آخر رو با هم انجام میدم. دوباره بین 2 مثلث باید 3 گره باشه. گره سوم رأس مثلث بعدی باشه. سعی کنید یک مقدار کم بافتمون کشیده بشه، چون که پاپوش رو یک مدت که میپوشیم کمی در گره ها شل میشه، یه مقدار گشاد میشه به پا. برای همین یک مقدار سفت میبافیم که دیگه زیاد هم گشاد نشه. قدم عقب، قدم جلو، حالا 3 گره میزنم.
قدم عقب برمیگردم و میبافم. حالا قدم جلو به شکلی که مثلث درست بشه و کمی بافتم کشیده بشه. و مرحله رو با دوتاشون تموم میکنم. حالا دوباره 3 گره میبافم. بسیار خوب. دوباره 1 قدم به عقب، 1 قدم به جلو. سه تا گره میبافم. دوباره 1 قدم به عقب، 1 قدم به جلو. بسیار خوب. 3 گره میبافم. و دوباره 1 قدم به عقب، 1 قدم به جلو. کل مسیر باف به همین شکل است توی این ردیف. این ردیف رو تا آخر به همین شکل میبافم. اصلش اینه که 3 گره میبافم. گره سوم رأس مثلث بعدی میشه و مثلث ها به این شکل هست که 1 قدم به عقب میبافم، 1 قدم به جلو میبافم. مثلث ها در کنارم قرار میگیرن و ردیف های بعدی هم از همین ردیف تأثیر میگیرن.
من کمی از بافت رو هم توی این لنگه دیگه پاپوش میخوام انجام بدم. میخوام اینو کاملا براتون در ذهنتون جا بیفته که بافت ردیف اول به چه شکلی هست، چون که ردیف های بعدی هم از همین ردیف بافت تاثیر میگیرن. بافتمون نباید زیاد کشیده بشه، نباید زیاد شل باشه. در یه حد مقدار کم سعی کنید که بافت رو بکشید که فقط در حدی که پاپوش صف باشه و به مرور زمان که پوشیده میشه اون شل شدن گره ها، گشاد شدنش تاثیر بد روی پاپوش نذاره. به آخر ردیف رسیدم و میخوام که بافت رو تموم کنم و پارت رو هم در این قسمت تموم میکنم تا در پارت های بعد ادامه این آموزش رو انشالله براتون بذارم. و چیزی که میخوام بگم، حالا 3 گره ساده رو میزنیم و ابتدا و انتها رو به هم وصل میکنیم. 3 گره ساده ابتدا به انتها وصل میشه. بسیار خوب. این بافت پایه هست که ادامه پاپوش رو روی همین ردیف من خواهم بافت. اجازه بدید که لنگه دیگر رو هم این ردیف رو تموم کنم. سعی کنید که هر 2 تا لنگه رو با هم ببافید، یعنی یه لنگه رو نشه ببافید بعد اون یکی لنگه رو. اگر 2 تا رو با هم ببافید کمترین تفاوت رو با هم دیگه خواهند داشت. بسیار خوب. این هم تموم شد. ادامه آموزش رو در پارت بعد خواهیم داشت. لطفاً اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب کنید.